بانک مرکزی روسیه خبر داد که پول به تاجیکستان فرستاده مهاجران کوری در سال جاری قریب 30% بیشتر شده است. اما یک پژوهش نشان داد که بغیر از این مهاجران تاجیک چند سال اخیر تنها برای عوض کردن نام و نسب و شناسنامه خود زیاده از 67 میلیون دلار پرداختند. بارها خبر داده شده است که بیش از 270,000 مهاجر تاجیکستانی از روسیه دیپورت شدند و تلاش‌های عفو آنها نتیجه جدی نداده است. بنابر تحقیقات رادیوی آزادی نزدیک به نصف آنها دوباره به روسیه برگشتند، ولی برای تغییر دادن نام و نسب خود. من از مؤلف تحقیق همکارم یعقوب حلیموف پیش از برنامه پرسیدم که این روند چگونه جریان میگیرد. البته خیلی هم آسان نیست شهلا. برای این کار مبلغ ضرور است، مهلت ضرور است و رابطه ضرور است. حالت‌هایی بود است که شهروندان در تاجیکستان در مدت 10 تا 15 روز نام و نسب و شناسنامه عوض کردند. حالت‌هایی بود است که این مهلت زیادتر بود است. خرج این کار به حساب میانه تا 500 دلار میرسد. ولی اگر شما فرض کردیم که رابطه نزدیکتر و با نفوذتری نداشته باشید، میتواند شما مبلغ زیادتر برای این کار صرف کنید. در هر صورت این کار در تاجیکستان ممکن است. سوال دیگری من از یعقوب این بود که طبق تحقیقات او چقدر از مهاجران توانستند تغییر ایجاد کنند تا که دوباره به روسیه سفر نمایند؟ تحقیقات ما نشان داد که شروع از سال 2014 تا 6 ماه اولی سال 2021 در تاجیکستان در مجموع 235,000 شهروند نام و نسب عوض کردند. در وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که اینا اساساً کسانی هستند که در مقامات دولتی در تاجیکستان فعالیت میکنند. اما نهادهای دیگر از جمله خدمات مهاجرت گفت که در میان کسانی که در این مهلت نام و نسب عوض کردند مهاجران زیاد هستند، خیلی زیاد. یگم شماره دقیق نآوردند ولی گفتند که خیلی زیاد هستند. از جانب دیگر کارشناسان و کسانی که در روسیه با مهاجران تاجیک کار میکنند، از حق و حقوق مهاجران حمایت میکنند، گفتند که هر دومین مهاجری اخراج شده از روسیه به تاجیکستان برمیگردد و نام و نسب خود را عوض کرده دوباره به روسیه میآید. یعنی اگر این رو باور کنیم که 270,000 شهروند تاجیکستان از روسیه در مجموع در طول چند سال اخیر دیپورت شده باشند، هر دومین اینها 50% میشد. یعنی حدود 130,000 135,000 شهروند تاجیکستان نام و نسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند. سپس من از یعقوب دانستن خواستم که آیا با این رو برگشتن به روسیه برای مهاجران خطرناک نیست؟ البته خطر دارد. طبق مقررات قانونگذاری روسیه و مشخصاً ماده 322 کدکس جنایتی فدراسیای روسیه، وارد شدن با نام و نسب نو شهروندان خارجی که از روسیه دیپورت شدند و آمده نام و نسب عوض کرده دوباره به اون کشور میروند، جنایتکار به حساب میروند. آنها را در ویران کردن مرز دولتی روسیه عیبدار میکنند. این ماده زندان، جریمه و کارهای اصلاحی در پی دارد و همچنین کسانی که با همین جرم بازداشت میشوند دوباره به کشورهای خودشان به مهلت 5 سال 10 سال اخراج میشوند و حق ورودشان به مهلت همین قدر سال به روسیه منع میشود. تشکر به یعقوب حلیموف. بینندگان عزیز، تحقیقات رادیو آزادی در این باره امروز در سامانه ما نشر خواهد شد. حتما منتظر باشید. فکت و رقم و سرنوشت‌های جالبی مهاجران را پس از تبدیل نام و نسب و حجت در این مطلب